به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و کاربردی شروع میکنم. 4 اسب گاتمن، دشمنان زندگی مشترک. لطفاً با من همراه باشید تا این خلاصه زیبا رو برای شما بخونم و شما هم لذتش رو ببرید. ابتدا نوشته کوتاه رو درباره زندگی و کتاب‌های جان گاتمن برای شما میخونم. جان گاتمن با نام کامل جان چارلز گاتمن، نویسنده و روانشناس امریکایی و همچنین استاد بازنشسته روانشناسی در دانشگاه واشنگتن است. او به 26 آوریل سال 1942 در جمهوری دومینیکن متولد شد. او ابتدا در رشته فیزیک و ریاضیات دانشگاه دیکسون تحصیل کرد و موفق به اخذ مدرک لیسانس خود در سال 1964 شد. مقطع فوق لیسانس خود را در رشته روانشناسی ریاضیاتی در مرکز فنی ماساچوست MIT گذراند و در نهایت موفق به اخذ مدرک دکترای روانشناسی خود از دانشگاه ویسکانسین مدیسون شد. حوزه تخصصی کار او روابط زوجین، ازدواج و طلاق است و سالهاست در زمینه زوج درمانی فعالیت می کند. او با بینش ریاضیاتی وارد حیطه مطالعات روانشناسی شد. همچنین بینش باعث شد که او در طی فعالیت طولانی مدت خود به بررسی الگوها و مدل‌های تعامل زوجها بپردازد. گاتمن از مهمترین روانشناسان حیطه ازدواج است و نگرش و رویکرد تازه‌ای را وارد حیطه زوج درمانی کرده است. گاتمن در نظریه خود از 4 عامل یاد کرده است که منجر به بنبست و اختلال در روابط تعاملی زناشویی می‌گردند: انتقاد شخصیت شریک زندگی، حالت تدافعی، خودداری از ارتباط و تعامل و تحقیر او در مقابل بر ضرورت افزایش صمیمیت و دوستی بین زوجین تاکید می‌کند. گاتمن طی تحقیقات خود در دانشگاه واشنگتن آزمایشگاه عشق را به عنوان لابراتوار آزمایشگاهی روانشناسی و زوج درمانی تأسیس کرد. گاتمن به همراه همسر خود مؤسسه گاتمن را برای تحقیقات گسترده ارائه خدمات زوج درمانی و خانواده درمانی و همچنین آموزش دانشجویان تأسیس کرد. آثار جان گاتمن هم خیلی زیاده که من فاکتور میگیرم براتون و برای شما نمیخونم چون که وقت زیادی رو از وایس ما رو میگیره. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم و کشفش کنیم. در هر رابطه‌ای چالش‌ها و بحران‌ها به طور طبیعی به وجود می‌آید. اما وقتی این چالش‌ها تبدیل به الگوهای مخرب شوند، نه تنها روابط را آسیب می‌زنند بلکه می‌توانند آن را به سمت فروپاشی پیش ببرند. یکی از مهمترین و خطرناکترین این الگوها نظریه 4 اسب سوار گاتمن است. این 4 اسب به معنای واقعی کلمه می توانند رابطه شما را به ویرانی بکشانند. تحقیر، دفاع بیجا، سرزنش و قهر کردن از جمله رفتارهایی هستند که به تدریج باعث فاصله گرفتن زوجین از یکدیگر می شود. با این خلاصه تصمیم داریم تا شما را با این 4 اسب سوار آشنا کنیم و روش‌هایی را معرفی کنیم که چگونه می‌توانید از این الگوهای مخرب جلوگیری کنید و رابطه‌ای سالم و پایدار بسازید. با شناخت این 4 رفتار و چگونگی مقابله با آنها می‌توانید روابط خود را بهبود بخشید و از وارد شدن به دام‌های این 4 اسب ویرانگر دوری کنید. تا انتهای مقاله با ما باشید تا به شما نشان دهیم چگونه می‌توانید از هر گونه آسیب در روابط خود جلوگیری کرده و روابطی پر از درک متقابل، محبت و صمیمیت بسازید. 4 اسب سوار گاتمن.
چگونه میتوان از فروپاشی رابطه جلوگیری کرد؟ بسیاری از زوجها در مسیر زندگی مشترکشان با چالش‌ها و اختلافاتی مواجه می‌شوند که به مرور زمان می‌تواند روابطشان را تضعیف کند. این مشاجرات مداوم و بی‌پایان نه تنها حل نمی‌شوند، بلکه موجب دلخوری و فاصله گرفتن عاطفی می‌شوند. اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که مشکل اصلی از کجا نشأت می‌گیرد و چرا این اختلافات باقی می‌مانند؟ دکتر جان گاتمن، روانشناس برجسته در حوزه روابط زوجها، با پژوهش‌های خود به 4 رفتار مخرب اشاره کرده که مانند اسب سواران آخرالزمان می‌توانند زندگی مشترک را نابود کنند. شناخت این 4 عامل و تلاش برای مقابله با آنها کلید بازگرداندن آرامش به زندگی زناشویی است. با تمرکز بر روی مهارت‌های ارتباطی و درک بهتر یکدیگر می‌توانید از این دشمنان پنهان عبور کنید و پایه‌ای محکم برای رابطه خود بسازید. 4 اسب سوار گاتمن را می‌توان به عنوان چراغ راهی برای یافتن راه حل‌های علمی و مؤثر در زندگی مشترک در نظر گرفت. 4 اسب سوار گاتمن پیشگویان بحران در روابط زناشویی. دکتر جان گاتمن، روانشناس برجسته، در پژوهش‌های خود به رفتارهایی اشاره کرده که می‌توانند زندگی زناشویی را به چالش بکشند. او این رفتارها را با الهام از 4 سوار آخرالزمان در مکاشفه یوحنا نامگذاری کرده است. در متون تاریخی این 4 سوار نماد بیماری، جنگ، قحطی و مرگ هستند، اما در دنیای روابط این مفاهیم به 4 عامل مخرب تبدیل شدند که رابطه زناشویی را به لبه پرتگاه میبرند. 4 اسب سوار گاتمن شامل انتقاد، تحقیر، حالت تدافعی و سکوت سنگین است. این رفتارها اگر به موقع شناسایی و مدیریت نشوند میتوانند مانند زنگ خطری برای نابودی رابطه عمل کنند. شناسایی این الگوها و یادگیری جایگزین‌های سالم میتواند زندگی مشترک را از مسیر تنش و بحران به سوی آرامش و رضایت سوق دهد. 4 اسب سوار گاتمن نقطه شروعی برای درک عمیق‌تر از روابط و راهکارهایی برای بهبود آنهاست. با شناخت این رفتارها می توانید از آنها عبور کنید و پایه‌ای محکم‌تر برای ارتباطات خود بسازید. 4 اسب سوار گاتمن هشدارهایی برای شکست روابط زناشویی. دکتر جان گاتمن با تحقیقات گسترده خود در زمینه روابط زناشویی از اصطلاح 4 اسب سوار گاتمن برای توصیف رفتارهایی استفاده می‌کند که می‌توانند پیش‌بینی کننده فروپاشی یک ازدواج باشند. این 4 اسب نماد 4 مشکل جدی در روابط هستند که اگر به آنها توجه نشود می‌توانند رابطه را به سمت شکست سوق دهند. انتقاد، تحقیر، دفاعی بودن و سکوت سنگین رفتارهایی هستند که هر یک به شکلی روابط را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهند. با شناسایی و مقابله با این رفتارها می‌توان شانس موفقیت و دوام ازدواج را افزایش داد. 4 اسب سوار گاتمن راهی برای درک علمی‌تر از چالش‌های زناشویی و یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از این رفتارهای مخرب است. با شناخت این عوامل، زوجها می‌توانند رابطه‌ای مستحکم‌تر و شادتر بسازند. موانع اصلی ارتباط موفق در روابط زناشویی. در هر رابطه‌ای رنجش‌ها و دلخوری‌ها اجتناب ناپذیرند، اما نحوه مدیریت آنهاست که سرنوشت رابطه را تعیین می‌کند. دکتر جان گاتمن با معرفی 4 سبک منفی ارتباطی به نام 4 اسب سوار گاتمن تاکید می‌کند که این رفتارها می‌توانند تلاش‌های ترمیمی را ناکام بگذارند و رابطه را در مسیر آسیب قرار دهند. این 4 اسب شامل
عیب‌جویی یا انتقاد، تمرکز بر روی کاستی‌ها و حمله به شخصیت طرف مقابل. تحقیر یا سرزنش، ابراز حس برتری یا بی‌احترامی به شریک زندگی. حالت تدافعی یا جبهه‌گیری، نپذیرفتن مسئولیت و تلاش برای توجیه رفتار خود. قهر، سکوت و کناره‌گیری، اجتناب از بحث و ترک میدان گفتگو. شناخت این رفتارها و جایگزین کردن شیوه‌های ارتباطی سازنده می‌تواند روابط را از مسیر تخریب به سوی بهبود و پایداری سوق دهد. 4. اسب‌سوار گاتمن ابزار قدرتمندی برای درک عمیق‌تر چالش‌های ارتباطی و ارائه راهکارهایی برای حفظ سلامت روابط است. با تغییر سبک ارتباطی، پایه‌ای محکم برای یک زندگی مشترک موفق بسازید. چگونه رابطه‌تان را از نابودی نجات دهید؟ برای اینکه عشق و صمیمیت در زندگی زناشویی شکوفا شود، باید 4 اسب‌سوار ویرانگر را که دشمن آرامش و ارتباط سالم هستند، شناسایی و مهار کنید. این رفتارهای منفی بذرهایی از منفی‌گرایی را در ذهن و قلب شما می‌کارند و با گذشت زمان رابطه‌تان را عمیقاً به دام چرخه‌های مخرب می‌اندازند. اما خبر خوب این است که با شناخت الگوهای فکری و گفتاری خود و بازسازی پایه‌های اعتماد متقابل می توانید این موانع را از بین ببرید. کلید موفقیت در این مسیر توجه به نشانه‌های این اسب سواران و جلوگیری از تاثیرگذاری آنها بر رابطه شماست. مهار این رفتارهای مخرب فرصتی برای بازگشت به مسیر درست و ایجاد یک رابطه پر از عشق و اعتماد است. 4 اسب‌سوار گاتمن می‌تواند راهنمایی مفید برای شناسایی این مشکلات و یافتن راه حل‌هایی کارآمد برای زندگی زناشویی پایدار باشد. برای موفقیت در این راه به یاد داشته باشید که تغییر نیازمند آگاهی و تلاش مستمر است. شروع نرم، راهکاری برای مقابله با عیب‌جویی. اولین اسب‌سوار گاتمن. عیب‌جویی هرچند ضعیف‌ترین اسب‌سوار گاتمن است، اما همچنان می‌تواند اثرات مخربی بر رابطه داشته باشد. این رفتار با تمرکز بر نقاط ضعف و حمله به شخصیت طرف مقابل، بذر دلخوری و منفی‌گرایی را در ارتباط می‌کارد. اگر در رابطه خود از موضوعی ناراضی هستید یا احساس ناکامی می‌کنید، ابراز نارضایتی‌تان ضروری است، اما نه با حمله و سرزنش. دکتر گاتمن راهکاری به نام شروع نرم را پیشنهاد می‌کند که جایگزینی مؤثر برای عیب‌جویی است. شروع نرم چگونه است؟ این روش شامل بیان مستقیم، روشن و غیر تهاجمی نگرانی‌ها و نیازهایتان است. به جای تمرکز بر انتقاد از شخصیت طرف مقابل، از عبارات مثبت و سازنده استفاده کنید. به عنوان مثال، به جای گفتن تو هیچ وقت به من اهمیت نمی‌دهی، می‌توانید بگویید من دوست دارم زمانی که ناراحتم بیشتر حمایتم کنی. مزایای شروع نرم. این شیوه نه تنها از شدت تنش‌ها می‌کاهد، بلکه فضای گفتگو را به سمت صمیمیت و حل مشکل هدایت می‌کند. جایگزین کردن عیب‌جویی با شروع نرم اولین گام در جلوگیری از تأثیرات منفی این اسب ویرانگر در رابطه است. 4 اسب‌سوار گاتمن می‌تواند چراغ راهی برای شناخت بهتر این رفتارها و تغییر آنها باشد. با تمرکز بر رویکردهای مثبت، پایه‌ای محکم‌تر برای ارتباط خود بسازید. هنر گفتگو در روابط، تفاوت عیب‌جویی و شروع نرم. در مسیر شناخت و مدیریت 4 اسب‌سوار گاتمن، عیب‌جویی یکی از رفتارهای منفی است که می‌تواند به رابطه آسیب بزند. این رفتار با استفاده از واژگانی مانند همیشه، هیچ وقت یا اصلاً شخصیت طرف مقابل را هدف قرار می‌دهد و احساس شکست یا دفاعی بودن را در او برمی‌انگیزد.
در مقابل شروع نرم روشی مؤثر و سازنده برای ابراز نگرانی‌ها و حل مسائل است. مثال‌های تفاوت عیب‌جویی و شروع نرم. عیب‌جویی: تو گفتی میز را تمیز می‌کنی، اما هنوز پر از خرده‌های نان است. تو هیچ وقت به حرفی که میزنی عمل نمی‌کنی. شروع نرم: روی میز هنوز خرده‌های نان هست. دوست دارم میز همیشه تمیز و مرتب باشد. عیب‌جویی: گفتم باید ساعت 7 اونجا باشیم، ولی تو عمدن داری وقت تلف می‌کنی. شروع نرم: باید همین الان حرکت کنیم، دیرمون شده. عیب‌جویی: ما قرار گذاشتیم رژیمت رو حفظ کنی، ولی تو خیلی بی‌مسئولیتی که حتی به یاد نمیاری چه قولی دادیم. شروع نرم: ما قرار گذاشته بودیم رژیمت رو حفظ کنی، ولی به نظر میرسه هنوز برای این کار آماده نیستی. چرا شروع نرم بهتر است؟ احترام متقابل. این روش باعث می شود طرف مقابل احساس تحقیر یا حمله نکند. حل مسئله. تمرکز بر رفتار و مسئله به جای شخصیت طرف مقابل به بهبود ارتباط کمک می کند. کاهش تنش. از ایجاد چرخه‌های منفی و دفاعی جلوگیری می کند. 4. اسب سوار گاتمن یک نقشه راه برای شناسایی و مدیریت الگوهای مخرب در روابط است. با جایگزین کردن عیب‌جویی با شروع نرم می توانید روابطی سالمتر و موفق‌تر داشته باشید. دومین اسب ویرانگر گاتمن، تحقیر و سرزنش. تحقیر کردن و سرزنش یکی از مخربترین رفتارهایی است که گاتمن در تحلیل روابط زناشویی شناسایی کرده است. این رفتارها از نگاه بالا به پایین سرچشمه می‌گیرند و نشان می‌دهند که فرد همسر خود را کم ارزش‌تر یا ناتوان‌تر می‌داند. تحقیر شامل توهین، طعنه، مسخره کردن و کوچک شمردن است که به شدت به عزت نفس طرف مقابل آسیب می‌زند و پایه‌های رابطه را متزلزل می‌کند. نمونه‌هایی از تحقیر در گفتگو: طعنه زدن: این اسمش تمیز کردنه؟ تو هیچ کاری رو درست انجام نمیدی. اسکاچ رو بده خودم انجام بدم. توهین مستقیم: انگار واقعا یه مشکل روحی داری. چرا نمیفهمی؟ باید ساعت 7 اونجا باشی. مسخره کردن: برچسب روی قوطی رو خوندی؟ اصلا سواد داری؟ نشون بده کجاش نوشته شیر بدون لاکتوز. چرا تحقیر خطرناک است؟ این رفتار نه تنها باعث از دست رفتن اعتماد و صمیمیت در رابطه می شود، بلکه به تدریج منجر به بروز احساس خشم و انزجار در طرف مقابل می گردد. تحقیقات گاتمن نشان داده است که تحقیر یکی از پیشبینی کننده های اصلی شکست روابط است. چگونه با تحقیر مقابله کنیم؟ برای جلوگیری از تحقیر و سرزنش باید رویکردی مبتنی بر احترام و همدلی را در پیش گرفت. تمرکز بر مشکل، نه شخصیت. به جای انتقاد از طرف مقابل به صورت سازنده درباره موضوع صحبت کنید. ابراز احساسات مثبت. به جای تحقیر، نیازها و خواسته‌های خود را محترمانه بیان کنید. تمرین قدردانی. رفتارهای مثبت طرف مقابل را به رسمیت بشناسید و قدردانی کنید. 4. اسب سوار گاتمن راهنمایی ارزشمند برای شناسایی و تغییر الگوهای مخرب در روابط است. با حذف تحقیر و جایگزین کردن آن با گفتگوهای سازنده می توانید ارتباطی قوی‌تر و پایدارتر بسازید. سومین اسب ویرانگر گاتمن، جبهه‌گیری و حالت تدافعی. حالت تدافعی یکی دیگر از رفتارهای مخرب در روابط زناشویی است که گاتمن آن را به عنوان سومین اسب ویرانگر معرفی کرده است. زمانی که احساس می‌کنید مورد حمله کلامی یا انتقاد همسر خود قرار گرفته‌اید، طبیعی است که بخواهید از خود دفاع کنید. اما این واکنش نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه اغلب باعث تشدید تنش و درگیری می‌شود. اشکال مختلف حالت تدافعی. خشم بجا: چرا همیشه منو متهم می‌کنی؟ تقصیر من نیست. حمله متقابل: تو هیچ وقت به وعده‌هات عمل نمی‌کنی.
پس چرا انتظار داری من همیشه کامل باشم؟ نقش قربانی. همیشه همه چیز تقصیر منه، انگار من هیچ وقت حق ندارم اشتباه کنم. چرا حالت تدافعی مخرب است؟ در حالی که ممکن است حالت تدافعی واکنش غریزی به نظر برسد، اما در عمل تنها به دور شدن زوجین از یکدیگر منجر می شود. این رفتار مکالمه را به بنبست می کشاند، چون هر یک از طرفین به جای گوش دادن مشغول دفاع از خود هستند. راه حل برای مقابله با حالت تدافعی. پادزهر اصلی این رفتار پذیرش مسئولیت است. حتی اگر فکر می کنید که سهم کوچکی در مشکل دارید، با پذیرفتن آن می توانید فضایی برای گفتگو و حل مسئله ایجاد کنید. پذیرش مسئولیت. به جای انکار یا دفاع، بخشی از مشکل را بپذیرید. برای مثال، میدونم که بعضی وقتها فراموش میکنم به موقع کمک کنم. حق با توئه. گوش دادن فعال. به جای قطع صحبت طرف مقابل، حرفهایش را بشنوید و درک کنید. تأکید بر همکاری. به جای تأکید بر اختلافات، به دنبال راه حل مشترک باشید. 4. اسب‌سوار گاتمن به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم الگوهای مخرب در روابط را شناسایی و با رفتارهای مثبت جایگزین کنیم. جبهه‌گیری را کنار بگذارید و با پذیرش مسئولیت و گفتگوی سازنده روابط خود را بهبود دهید. تحقیر و جبهه‌گیری. 2 اسب ویرانگر در روابط. تحقیر کردن و حالت تدافعی 2 رفتار مخرب از 4 اسب‌سوار گاتمن هستند که باعث نابودی ارتباطات سالم و مؤثر در روابط می‌شوند. این رفتارها نه تنها به افزایش تنش‌ها و دوری زوجین از یکدیگر منجر می‌شود، بلکه در بلند مدت می‌تواند پیوند عاطفی میان افراد را از بین ببرد. تحقیر کردن، از دست دادن احترام. تحقیر به معنای کوچک شمردن طرف مقابل و زیر سوال بردن ارزش‌های اوست. این رفتار به صورت‌های مختلفی خود را نشان می‌دهد، از جمله توهین، سرزنش و تمسخر. برای مثال، چقدر شلخته‌ای؟ چرا هیچ وقت اینجا رو تمیز نمی‌کنی؟ تو هیچ وقت سر وقت نیستی، همیشه دیر می‌کنی. این قبیل جملات و رفتارها به شدت بر اعتماد و احترام متقابل در رابطه تأثیر منفی می‌گذارند و باعث ایجاد فاصله عاطفی می‌شوند. حالت تدافعی، واکنش به حملات. حالت تدافعی وقتی به وقوع می‌پیوندد که فرد احساس کند مورد حمله یا سرزنش قرار گرفته است و سعی در دفاع از خود دارد. این واکنش معمولاً شامل ناله، خشم و یا حتی حمله متقابل است. به عنوان مثال، من نتونستم اسکاچ رو پیدا کنم، این دفعه اون رو کجا قایم کردی؟ اگه مجبور نبودم اینقدر منتظر حمام کردن تو باشم، الان آماده بودم. اینقدر منو سرزنش نکن. اصلا قبلا هیچ وقت این مشکل رو به من نگفتی. این رفتار نه تنها باعث حل مشکل نمی شود، بلکه تنش را بیشتر کرده و گفتگو را به بنبست می رساند. چگونه با این اسب‌های ویرانگر مقابله کنیم؟ برای مقابله با تحقیر و حالت تدافعی باید تغییرات عمده‌ای در نحوه ارتباط برقرار کردن انجام دهیم. جایگزینی انتقاد با بیان نگرانی‌ها به صورت مثبت. به جای حمله به شخصیت طرف مقابل، نگرانی خود را به روشی محترمانه بیان کنید. پذیرش مسئولیت و توقف واکنش‌های دفاعی. به جای جبهه‌گیری و دفاع از خود، بخشی از مسئولیت مشکلات را بپذیرید. ارتباط با احترام. از استفاده از زبان تحقیرآمیز یا جملات توهین‌آمیز خودداری کنید و به همسر خود نشان دهید که برای او ارزش قائل هستید. 4 اسب‌سوار گاتمن به عنوان الگوهای منفی در روابط شناخته می‌شوند و با شناسایی و اصلاح آنها می‌توان به بهبود ارتباطات و افزایش کیفیت زندگی زناشویی کمک کرد. 4 اسب‌سوار گاتمن، مقصر شماری و شانه خالی کردن از مسئولیت. یکی از رفتارهای مخرب در روابط زناشویی مقصر شماری است.
این رفتار زمانی به وقوع می‌پیوندد که افراد به جای حل مشکل به دنبال یافتن فردی برای سرزنش و شانه خالی کردن از مسئولیت خود میباشند. وقتی اتفاقات ناخوشایندی پیش میآید، هر یک از طرفین سعی می‌کند مسئولیت را از دوش خود بردارد و به گردن دیگری بیاندازد. به عنوان مثال، اگر دیر به پرواز برسند، زن به شوهرش میگوید اگر از مسیر اتوبان میرفتی ما این پرواز را از دست نمیدادیم. و شوهر در جواب با ناراحتی میگوید همه تقصیر تو بود که 2 ساعت وقت تلف کردی تا چمدانها را ببندی. در چنین موقعیتی به جای همکاری و یافتن راه حل، هر طرف در تلاش است تا خود را بیگناه نشان دهد و طرف مقابل را مقصر بداند. این نوع رفتار به ایجاد 2 جبهه در مقابل یکدیگر منجر می شود و تنها تنش‌ها را بیشتر می کند. اما نکته مهم این است که در مواجهه با مشکلات اگر یکی از طرفین یا بهتر از آن هر 2 طرف مسئولیت بخشی از مشکل را بپذیرند و اعتراف کنند که خود نیز در بروز آن سهیم بودند، نه تنها دعوای غیر ضروری رخ نمی‌دهد بلکه راه حل بهتری برای مشکل پیدا می شود. در واقع این مقصر شماری یکی از ویژگی‌های 4 اسب سوار گاتمن است که روابط را به بحران می‌کشاند. کسانی که به جای حل مشکل به دنبال سرزنش و یافتن مقصر هستند، در این مسیر ویرانگر قرار می‌گیرند و به راحتی رابطه‌شان دچار آسیب می‌شود. 4مین سوار ویرانگر، قهر کردن و بی‌توجهی در روابط. در روابط زناشویی قهر کردن و بی‌توجهی یکی از خطرناکترین رفتارهاست که می‌تواند رابطه را به شدت آسیب‌پذیر کند. زمانی که تنش‌ها به اوج می‌رسند و افراد قادر به کنترل احساسات خود نیستند، یکی از طرفین ممکن است به سکوت و انزوا روی آورد. به جای تعامل و تلاش برای حل مشکل، فرد شروع به از دست دادن نشانه‌های معمول ارتباطی مانند تکان دادن سر، برقراری تماس چشمی و واکنش‌های کلامی کوتاه می‌کند. این رفتار به نوعی تبدیل به دیواری می‌شود که تمامی تلاش‌ها و ارتباطات را مسدود می‌کند. اگرچه در مواقعی سکوت و دوری از بحث ممکن است به نظر برسد که برای آرام کردن خود مفید است، اما این روش نه تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند، بلکه در واقع امید به رفع اختلافات را از بین می‌برد. قهر کردن و بی‌توجهی همانند دیگر 4 اسب سوار گاتمن رابطه را به جای ترمیم به سمت ویرانی سوق می‌دهد. برای بهبود ارتباطات بهتر است به جای مسدود کردن مسیر گفتگو با یکدیگر صحبت کرده و احساسات خود را به شیوهی مثبت و سازنده بیان کنید. چگونه 4 اسب سوار گاتمن در یک مکالمه ظاهر می‌شوند؟ در این مثال می‌توانیم 4 اسب سوار گاتمن را به وضوح مشاهده کنیم. مرد و زن در حال تلاش برای تصمیم گیری درباره گذراندن تعطیلات عید هستند، اما به سرعت به یک تقابل پرتنش و آسیبزا تبدیل می شود که هر کدام از 4 اسب سوار گاتمن در آن نقش دارند. 1. عیب‌جویی. زن به مرد می گوید علتش این بود که 2 سال پیش حتی زحمت هماهنگی قرار ملاقات با فامیلت رو هم به خودت ندادی. این نوع حمله به شخصیت طرف مقابل و نادیده گرفتن تلاش‌ها و شرایط او یکی از ویژگی‌های عیب‌جویی است. 2. تحقیر کردن. زن با گفتن این واقعا خودخواهانه است و تو همیشه اصرار داری که حرف خودت باشه، به تحقیر همسرش می‌پردازد. تحقیر همانطور که در این مکالمه نشان داده می‌شود در واقع تضعیف و بی‌ارزش کردن طرف مقابل است. 3. حالت تدافعی. مرد در پاسخ به اتهامات زن میگوید سرم شلوغ بود و سپس از خود دفاع می‌کند. او به جای پذیرش مسئولیت خود را توجیه می‌کند که نوعی حالت تدافعی است. این رفتار نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه به تنش‌ها می‌افزاید. 4. قهر کردن و بی‌توجهی. در نهایت مرد به سکوت می‌رود و هیچ واکنشی به زن نشان نمی‌دهد. سکوت و انزوا یکی از بدترین واکنش‌ها در این نوع مکالمات است که قهر کردن و بی‌توجهی را نشان می‌دهد. در این مکالمه
هر 4 اسب سوار گاتمن به طور برجسته‌ای نقش دارند و رابطه میان زوج را به سمت بحران و بی‌اعتمادی سوق می‌دهند. برای حفظ روابط سالم باید از این الگوهای مخرب فاصله گرفت و به جای آن به حل مسئله و ارتباط مثبت پرداخت. باطلاق روابط. چگونه 4 اسب سوار گاتمن می‌تواند شما را به دام بیاندازد؟ اگر در رابطه‌تان گرفتار یکی یا چندین اسب ویرانگر گاتمن شده اید، احتمالاً احساس می‌کنید که رابطه شما در حال فروپاشی است. وقتی این اسب‌ها وارد زندگی شما می‌شوند، به سرعت بی‌اعتمادی، سایش و فاصله ایجاد می‌کنند. ممکن است احساس کنید که همسرتان دیگر شما را درک نمی‌کند. خواسته‌ها و نیازهای شما برای او اهمیتی ندارند و دیگر مثل روزهای اول آشنایی به شما عشق نمی‌ورزد. در چنین شرایطی روابط شما پر از جر و بحث، تنش و دعوا می‌شود. احساس می‌کنید که همسرتان به شما گوش نمی‌دهد و بیشتر به خواسته‌های خود توجه دارد، در حالی که شما از او دورتر و دورتر می‌شوید. این شرایط می‌تواند به تدریج به فرسایش رابطه شما منجر شود و احتمال جدایی و طلاق افزایش یابد. زمانی که چنین زوج‌هایی وارد جلسات درمانی می‌شوند، تمرکز درمانگر بر روی بهبود روابط و تقویت مهارت‌های ارتباطی خواهد بود. اما این مداخلات درمانی زمانی مؤثر خواهند بود که الگوهای مخرب رابطه و مسائل ریشه‌ای شناسایی و حل شوند. 4 اسب سوار گاتمن می‌توانند این مشکلات را به طور ناخواسته به رابطه شما تحمیل کنند. بنابراین اولین گام در بهبود رابطه شناسایی این الگوها و تلاش برای کاهش اثرات آنهاست. نتیجه گیری. در نهایت باید بدانید که هیچ رابطه‌ای بدون چالش نیست، اما نحوه مدیریت این چالش‌ها می‌تواند تفاوت زیادی ایجاد کند. 4 اسب سوار گاتمن نه تنها به عنوان نمادی از بحران‌ها و مشکلات در روابط شناخته می‌شوند، بلکه اگر نادیده گرفته شوند می‌توانند پایه‌گذار نابودی و فروپاشی یک رابطه باشند. با شناخت دقیق این الگوهای رفتاری و آگاهی از تأثیرات مخرب آنها، شما می‌توانید از وارد شدن به این مسیر پرخطر جلوگیری کنید و رابطه سالم و پایدار بسازید. پذیرفتن مسئولیت، ارتباط مؤثر، مهارت‌های حل تعارض و حفظ احترام متقابل کلیدهای اصلی برای مبارزه با 4 اسب سوار گاتمن هستند. از آنجا که هر کدام از این رفتارها می‌توانند به تدریج فاصله‌ای عمیق میان شما و شریک زندگیتان ایجاد کند، باید همواره آگاه باشید و در صورت بروز هر کدام از این رفتارها سریعاً اقدام به اصلاح آن کنید. در نهایت اگر بتوانید با دقت و آگاهی بر روی روابط خود کار کنید و رفتارهای مخرب را بهبود ببخشید، می‌توانید به راحتی رابطه‌ای سرشار از محبت، اعتماد و ارتباط مؤثر بسازید. همواره به یاد داشته باشید که تغییرات کوچک می‌توانند تأثیرات بزرگی در روابط شما بگذارند. با همدلی، درک متقابل و گام‌های مثبت می‌توانید از چالش‌های روابط خود عبور کنید و به یک آینده روشن و پایدار دست یابید. خب دیگه این مقاله و این خلاصه من تموم شد. امیدوارم که از این خلاصه کوتاه لذت برده باشید و بتونید در روابطتون و در زندگیتون استفاده کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.